سلام به همگی، من نازنینم و اینجا کانال یوتیوب منه. اینجا قراره که کلی نکات تمرینی، رژیمی و غذایی رو بهتون یاد بدم و کلی چالش‌های خفن ما هم داریم که بتونیم لایف استایلمون رو درست بکنیم. بچه‌ها توی ویدیوی قبلی اومدم راجع به یه چالش 75 روزه براتون صحبت کردم. اگر یادتون باشه قانون اول اون چالش داشتن یه رژیم غذایی اصولی و سالم. حالا رژیم غذایی که من واسه این چالش انتخاب کردم و میخوام انجام بدم چه رژیمیه؟ رژیم فاستینگ یا روزه‌داری. رژیم فاستینگ یا روزه‌داری بچه‌ها کیه چجوریه؟ میخوام تو این ویدیو کامل بهتون توضیحش بدم. رژیم فاستینگ یا روزه‌داری یه رژیمیه که به دو تا حالت 14 و 16 قابل اجرا. این 14 و 16 چیان؟ یعنی شما 14 الی 16 ساعت در طول روز نباید هیچ ماده غذایی رو مصرف کنید و فقط مجاز هستید که آب، دمنوش، چای و قهوه مصرف کنید و 8 الی 10 ساعت در طول روز مجاز هستید که کالری روزانه‌تون رو بیاید مصرف کنید. این رژیم به شدت کمک میکنه که شما جلوی ریزه‌خواریتون گرفته بشه، جلوی ولعتون به مواد غذایی رو میگیره، متابولیسم و سوخت و ساز شما رو میبره بالا و همینا باعث کاهش وزن شما و کاهش سایز شما میشه. حالا چجوری این اتفاقا میفته؟ بچه‌ها شما 14 الی 16 ساعت در طول روز خب نباید چیزی بخورید، فقط دارید آب میخورید. بدن شما خب به انرژی احتیاج داره و انرژی رو از طریق مواد غذایی میاد دریافت میکنه. پس چیکار میکنه موقعی که شما مواد غذایی نمیرسونید؟ میاد از مواد غذایی قبلی که داخل بدنتون وجود داره و حالا به صورت چربی اومده ذخیره شده استفاده میکنه و همین باعث میشه که شما وارد فاز چربی سوزی بشید. خیلی پیچیده تر از این است، من دارم به صورت ساده میگم که همه متوجه بشن. پس این رژیم میاد اینطوری کمک میکنه به کاهش وزن شما. نکته دوم، چجوری جلوی ولع و ریزه‌خواری و اینا ما میگیریم؟ شما 14 الی 16 ساعت دارید آب و دمنوش و چای و قهوه و چیزای مختلف مصرف میکنید. یه وقتای بدن بچه‌ها گرسنه نیست و فقط به خاطر کم آبی که داخلش به وجود اومده احساس گرسنگی بهش دست داده. خب حالا شما داری آب و دمنوش و چای وارد میکنی، یعنی جلوی اون ولع الکیه رو داری میگیری. تست گرسنگی چیه؟ تست گرسنگی اینه که شما اول آب بخوری، بعد قهوه بخوری. اگه بعدش واقعا بازم همچنان گرسنه بودی، یعنی خب بدنم احتیاج به غذا داره، ولی اگه گشنه نبودی یعنی اون یه چیز الکی بوده، یه آلارم الکی بوده که به خاطر کم آبی بدن شما فکر کرده گرسنه. پس میاد با این کارش باعث میشه که شما جلوی ولع و ریزه‌خواریتون گرفته بشه و متابولیسم و سوخت و ساز بدنتون هم میبره بالا و این رژیم به شدت باعث این میشه که شما بتونید خوب وزن بیارید، با این به شرطی که اصولی رعایتش بکنید. حالا تو اون 8 الی 10 ساعته باید اندازه مجازت کالری مصرف بکنی، یعنی BMR بدنت رو در بیاری که چقدر شما در طول روز به کالری احتیاج داری. حالا بیایی 400-500 تا ازش کم بکنی، اون وعده رو مصرف بکنی، اون مقدار رو مصرف بکنی و همین باعث کاهش وزن شما بشه. بچه توی ویدیوهای بعدی حالا راجع به BMI اینا هم صحبت میکنم براتون. بیاد فقط یه چیز کوچولو راجعش بگم. BMR بچه اون مقدار کالری هست، متابولیسم پایه شماست که بدن شما احتیاج داره اون کالری رو دریافت کنه که بتونه روند عادیشو طی بکنه و حالا به صورت فیزیولوژیک بدن شما کار بکنه. BMI هم نسبت توده چربی به عضله است و حالا اون عدد بدن شماست که بین 19 تا 25 برای خانم‌ها نرمال هستش و اوکی میتونن اون عدد رو داشته باشن. از 25 تا 30 میشه چاقی درجه 1، همون اول چاقی. بعد از 30 به بالا میشه حالا یه چاقی بیش از حد و حالا چاقی درجه 2. اینا رو توی یه ویدیو دیگه کامل بهتون توضیح میدم، فقط گفتم که یه چیز کوچولو ازش بگم که بدونید چی به چی. اگر دلتون میخواد که من براتون طراحی رژیم بکنم یا براتون رژیم غذایی بنویسم، من پیج اینستاگرامم براتون میذارم، میتونید به پیج اینستاگرام من پیام بدید و من براتون رژیم مینویسم. ولی خب همین ویدیوها رو هم دنبال بکنید، توش کلی بهتون نکات میگم که خودتون هم میتونید برای خودتون رژیم بنویسید. خیلی دوستتون دارم، زودی میبینمتون.